روزگاری بود در داری کهن، زندگی میکرد در آن پیرزن. پیرزن یک شب خدا را دید به خواب، کرد سؤال از خدا، بگرفت جواب. گفت خدا را به کس و تنها منم، از برای دیدنت شیدا منم. آرزو دارم شوی مهمان من، پاره نان خوری از خوان من. لحظه خواهم که همرازم شوی، در دم تنهایی دمسازم شوی. شد پذیرا دعوت او را خدا، گفت فردا آیم من پیش شما. پیرزن بیدار شد آن دم ز خواب، جارو زد او خانه‌اش را با شتاب. پیرزن بر سوی بازار شد روان، کرد خرید مغز و مویز و شهد و نان. بهترین خوراکی ها را او بپخت، چشم براهی آمدی مهمانش دخت. بعد چند تق تق در را شنید، پیرزن با شادی سوی در دوید. پیرزن رفت باز کرد در با شتاب، دید مردی است گدا، کردش خطاب. داد زد بر آن گدا از در براند، بست درش را و خودش تنها بماند. باز ز نو از پشت در آمد صدا، پیرزن با خود بگفت آمد خدا. با شتاب رفت و درش را کرد باز، کودکی را دید با دست نیاز. کودکی بیچاره لرزان از خنک، در تنش پیراهن داشت او تنک. گرم شدن میخواست کودک آن زمان، آرزو میپرورید در دل نهان. پیرزن اما به کودک داد زد، راندش از در بر سرش فریاد زد. راند کودک را و در خانه بست، منتظر در خانه اش تنها نشست. روز بگذشت و غروب کرد آفتاب، پرتو افشان در هوا شد ماهتاب. ناامید شد پیرزن نامد خدا، ناگهان از پشت در آمد صدا. پیرزن رفت آن زمان چشمش براه، دید زن با کودکان با آه و واه. آن زنی بیچاره گفت میشو ملول، ده برایم درهم گرداری پول. من خرم بر کودکان خود غذا، تا خدا از همتت گردد رضا. پیرزن زین ماجرا شد در غضب، با سخنهای قبیح بگشاده لب. گفت برو این دم ز پیش خانه‌ام، حیف دانم من به تو کاشانم. وقتی خواب شد گشته نومید پیرزن، که چرا نامد چرا مهمان من. خواب رفت آشفته حال و خسته جان، دید به خوابش باز خدا را ناگهان. پیرزن پرسید به خوابش از خدا، که کجا شد وعده های تو کجا. گفتی که مهمانی آیی خانه، پر ز فیضت میکنی کاشانه. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر، آمدم 3 بار براندیم ز در.